سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم پیج دیودی شیپینگ. امروز با یک مطلب مفید دیگه در خدمتتون هستیم. مبحثی که میخوام امروز راجبش براتون صحبت کنم در ارتباط با کانتینرهای یخچالیه. خب شاید خیلیاتون بارهایی داشته باشید که نیاز به سرما داشته باشه، توی دمای خاصی باید نگهداری بشه، از جمله بارهایی مثل میوه‌ها، سیب، موز و حالا خرما، بعضی نوع خرما که نیاز به این داره که توی دمای خاصی باشه. ببینید کانتینرهای یخچالی معمولا 3 المان دارن. المان اول تمپرچر هست، همون بحث دما که باید دمای مشخصی براشون تعبیه بشه که بتونه به بار آسیبی نزنه و بتونه از بار مراقبت کنه. مسئله بعدی مسئله ونتیلیشن هست که به معنای تهویه است که باید کانتینر داره تهویه مناسبی باشه که بارهای فاسد شدنی فاسد نشن و براشون مشکلی به وجود نیاد. و مورد بعدی در ارتباط با هیومیدیتی یا رطوبت داخل کانتینر هست که شما باید همیشه این مقدار رطوبت رو کنترل کنید که برای بار مشکلی به وجود نیاد. ولی خب حالا اومدیم و شما از سرویس های هم مثل شرکت های مثل ما کانتینری رو دریافت کردیم و اون کانتینر یکی از این المان هاش مشکل داشت. من میخوام این رو براتون توضیح بدم که شرکت های کشتیرانی موظف هستن وقتی که یکی از این 3 المان مشخص برای کانتینرهای یخچالی موردی داشته باشه باید سریعا تکنسین های مربوط کانتینر رو ارسال کنن، توی محوطه کانتینر شما رو تعمیر کنن و بعد به امید خدا بار شما رو بارگیری کنن. پس حواستون باشه اگر زمانی پیش اومد که شما کانتینری رو اجاره کردید و قصد داشتین که بارتون رو صادر کنید، اگر کانتینر یخچالیتون یکی از این مشکل ها رو داشت و یکی از این المان ها داخلش سالم نبود، لاینر کشتیرانی یا شرکت فورواردر شما موظفه به این دلیل که شما کانتینر رو ازشون تحویل گرفتین تکنسینش رو ارجاع بده به اونجا و کانتینرها رو سالم برای شما آماده بارگیری قرار بده. خوشحالم که امروزم تونستم یه مطلب مفید بهتون بگم. امیدوارم لذت برده باشین و به دانشتون اضافه شده باشه.